اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیت 37 سوره مریم، سپاره 16. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه الله متعال بیان کرد که عیسی علیه السلام بنده الله هست و مخلوق الله هست و رسول الله هست، صفت الوهیت نداره. بعد از اینکه الله متعال بیان کرد که عیسی پسر مریم اول بنده الله هست، دوم رسول الله هست، سوم خلقتش به شکل معجزه هست و مطابق امر الله ای خلق شده. آل در این آیت شریف و سپس باز در آخر الله متعال گفت، بعض علما میگن که ای به زبان عیسی مریم است که فرمود که و این الله ربی و ربکم. در آیت 36 گفت که الله، عیسی پسر مریم گفت که الله رب ما هست و ربکم و رب شما هست. پس عیسی پسر مریم بر کس نگفته که من پسر الله هستم یا بین بر من عبادت بکنین یا مجسمه ما بسازین. این کلش افتراعات و تهمت ها و دروغ های مردم است که بالای عیسی پسر مریم ایره چی کردن؟ دروغ بسته کردن و همچنان سر الله و سر رسولش افترا کردن و یا بسیار کفر خطرناک را کردن. چرا عیسی پسر مریم علیه السلام مردم توصیه کرد و ان الله و یقینا که الله متعال ربی رب ما هست و ربکم و رب شماست فاعبدوه. پس الله متعال را عبادت بکنین، یا نگفته که مرا عبادت بکنین. هذا صراط مستقیم، اینمی راه راست است. راه راست اینمی است که عقیده داشته باشی که خالق ذات یگانه هست و عیسی پسر مریم بنده الله هست و مخلوق الله هست. فاختلف الاحزاب من بینهم، فاختلف باز اختلاف پیدا کردن، الاحزاب فرقه ها، مردم به خاطر شخصیت عیسی پسر مریم علیه السلام یا علیهم السلام، به او با مادرش سلام باشه، باز مردم اختلافات کردن. یهود تفرید کردن، شخصیت از این بسیار پایین آوردن و نصارا بسیار افراد کردن و ایره حتی صفت الوهیت دادن. یکی از اختلافات فرقوی است. فرقه ها، چه وقت فرقه میگیم؟ حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یهود و نصارا به چند فرقه تقسیم شدن و امت ما هم گفت تقریبا به 73 فرقه تقسیم میشن. فکرتان باشه 73 فرقه تقسیم میشن. و منظور از 70 چند فرقه اینجا است که علما میگن وقتی که کلمه 70 می به معنای بسیار زیاد، یعنی شاید امت ما هم مثل امت یهود و نصارا واره در بسیاری از مسائل باز فرقه فرقه شدن. فرق بین فرقه و مذهب در چی است؟ فرقه اختلاف در عقیده می داشته باشن. او میگه که عیسی پسر الله هست، و دیگهش میخیزه میگه عیسی العیاذ بالله هیچ حلال زاده نیست، و هیچ میگه پیغمبر نیست. سر پیغمبر اختلاف میکنن، در صفات الله اختلاف میکنن، در ذات الله اختلاف میکنن. این کسایی که در ذات و صفات الله و در شخصیت پیغمبر افراط تفرید میکنن، اینیا تقسیم میشن به فرقه ها. اما کسایی که مطابق قرآن و سنت زندگی میکنن ولی در اصل عقیده اختلاف ندارن، مذاهب فقهی هست، اجتهادات فقهی هست، مثلا کلشان قرآن قبول دارن. اهل سنت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، اهل حدیث، اینی کسایی که هستن یا یگان ذره اجتهاداتشان در چی اختلاف پیدا میکنه؟ در مسائل فروعات فقهی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام شافعی رحمت الله علیه و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و امام مالک رحمت الله علیه و بعد از دیگه شاگردای از اینا صحابه، تابعین، تبع تابعین، سلف صالح، اینا رو سلف صالح میگن. ابو حنیفه سلف صالح است، شافعی سلف صالح ما و شماست، مالک سلف صالح ما و شماست، احمد ابن حنبل سلف صالح ما و شماست. اینی علما و دیگه علمای اسلام کلشان کسن یا در مسائل اعتقادی با هم اختلاف ندارن. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله دی اختلاف ندارن. بناهن یا کلشان عقیدهشان یکی است، عقیده کلشان قرآن عظیمشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. خیار چرا مذاهب میگن؟ اینا مذاهب فقهی هستن. مذاهب فقهی چی است؟ که مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله و امام شافعی و امام مالک رحمهم الله جمیعا، اینا امی فقها که هستن ای کلشان عقیده داشتن به قرآن، عظمت قرآن و امو مذهب خود از قرآن و سنت گرفتن. بعض از اجماع است، بعض از قیاس است.
خیال اختلافشان در چی است؟ میگه یا اختلاف نکردن یا اجتهاد کردن. چرا اختلاف خوب نیست؟ ولا تختلف، الله گفته اختلاف نکنین. این که مردم نامش اختلاف میمانه، این غلط است. از نگاه قرآنی کسایی که اختلاف پیدا میکنن در فرقه ها هست. یکی میگه عیسی پسر مریم است، یکی میگه عیسی مثلا چنان است و چنان است، روح الله در عیسی داخل شده، ای شد. اینی فرقه ها هستن. اما مذاهب خیلی در چی است؟ میگه مثلا مس سر است، آل کلگی قبول داره که وامسحوا برؤوسکم، مسح کنین به سرهایتان. اینا یا اجتهاد کردن. امام مالک رحمت الله علیه گفت که من از نگاه ظاهر که امیر میبینم که برؤوسکم باک است، گفت با در زبان عربی حرف جر است برای الصاق میه، یعنی وامسحوا برؤوسکم اینجا گفت که باید کل سرت مسح کنی. پس او گفت در مذهب ما که فهمیدیم از این آیت، اجتهاد من اینمی هست که باید یک انسانی که وضو میکنه تمام سر خدا باید مسح بکنه و این در فرض داخل میشه. دلیل چی است؟ گفت اینمی با هست، با برای الصاق است، یعنی دستایتون در کل سرتان بچسبانین. لصق چسباندن میگه، یعنی باید کل سرتان. امام مالک رحمت الله، امام مالک یه چیزش بود. امام شافعی رحمت الله علیه گفت که نه، در زبان عربی که است مسح که است اصابه هست. مجردی که همین دست دمی ماندی میگه این مرا فلانی رو مسح کرد، میگه مجردی که همین دعوتر که ام قدمی سر زدی این مسح شد و هم سو برؤوسکم آیت تطبیق شد. آیت او هم قبول داره، هم قبول داره. منتها این میگه چه قسم تطبیق میشه؟ اجتهادی رو میگن. این میگه دمی که مجرد هم قدر کرد بنان در مذهب شافعی اگر مثلا دست ترک نمیجد بزنی چی میشه؟ میگه مسح تو سیست، آیت ادا شد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اجتهاد چی است؟ او میگه حدیثی است، یک دانه حدیث است، ما همین تفسیر از اون حدیث میگیرم که در حدیث شریف آمده که اتا رسول الله صلی الله علیه و آله اتا ثبات قوم فبال و توضا و مسح علی ناصیته. میگه که در اینجا میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله در یک منطقه آمد وقتی که وضو گرفت به اندازه 4 انگشت ناصیت خود، به اندازه پیشانی خود، یعنی 4 مثل سر خود چی کرد؟ مسح کرد. بناهن میگه اینمی عمل رسول الله صلی الله علیه و آله امیر چی میکنه؟ امیر ثابت میکنه. چون مذهب امام صاحب گفتن از اذا صح الحديث فهو مذهبی. پس اینمی حدیث به نزد ازو صحیح بود و گفت اینمی حدیث پیش ما صحیح است، ما به این حدیث صحیح عمل میکنیم چون رسول الله صلی الله علیه و آله مفسر قرآن است. آل این 3 نفر چی کردن؟ اجتهاد کردن. برای 2 نفر دیگه یا حدیث نرسیده بود یا در صحت و ضعف حدیث کدام مشکلی میدیدن و اجتهاد کردن. بنابراین آل ارسی از اینا از نگاه عقیدهشان یکی است، عقیدهشان عقیده قرآن عظیم الشان است. اینمی عقیده سلف صالح است، صحابه، تابعین و تبع تابعین. در مسائل فروعات چی میکنن؟ اجتهاد میکنن. اما در آخر زمان که خلف میه، بازی مشکلشان چی است؟ که باز اونمو اجتهادات از اونا را به فرقه ها تبدیل میکنه. اگر تو سر تکلش مسح نکردی تو کافر هستی، و میگه که تو به اندازه پیشانیت مسح نکردی تو کافر هستی. بازی ها به چی مبدل میشن؟ به فرقه. اگر کسی از مذاهب فقهی فرقه جور بکنه، بازی هم در 73 طایفه داخل میشه. اگر نه که بگه نه و هم درست است و هم درست است، اجتهادات است. اجتهاد هر کدامشان قناعت حاصل کرد اونمو بسیار خوب است، الله بر تو اجر نصیب میکنه. چرا که مجتهد کس من اجتهد و اصاب فله اجران. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه اگر کس اجتهاد کرد و اصاب و در اجتهاد خود موفق بود، بر از او 2 اجر است. و من اجتهد و کسی که اجتهاد کرد و اخطا و در اجتهاد خود خطا کرد و اخطا فی اجتهاد، یعنی خطا کرد در اجتهاد خود، فله اجر واحد، الله برش یک اجر نصیب میکنه. متوجه هستین؟ اینال الله متعال میگه فاختلف الاحزاب، و باز اختلاف کردن فرقه ها. در چی اختلاف کردن؟ من بینهم، در بینشان. در چی اختلاف کردن؟ در قسمت شخصیت پیغمبر، که آیا این پیغمبر است، آیا خدا هست، آیا بچه خدا هست، یا هیچ پیغمبر نیست. این یهود گفتن هیچ پیغمبر نیست، ما هیچ پیغمبری از را قبول نداریم، حتی ما هیچ یک انسان عادی هم قبول نداریم. متوجه هستین؟ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کردن فرقه ها در قسمت شخصیت عیسی پسر مریم. بعضی از فرقه ها گفتن که این بچه الله هست، کافر شدن. بعضی ها گفتن که هیچ حلال زاده نیست، یهودیا اینا هم به خاطر این اختلاف خود کافر شدن، فرقه شدن. نه، اما ما مسلمان ها کسی هیچ اختلاف نداره، میگیم که شخصیت خوب است، شخصیت عالی هست، پیغمبر الله هست، معصوم است، بچه الله نیست، بلکه الله متعال صفات خدا داره و این صفات بندگی داشت. فویل للذین کفروا، الله متعال میگه پس شدت عذاب است للذین، برای کسانی که کفر کردن، من مشهد یوم، از حضور یوم عظیم.
یعنی وقتی که مشاهده میکنن روز بزرگ را، باز بر از یا سختترین عذاب در روز قیامت برشان داده میشه. چرا؟ در شخصیت از اینا اختلاف کردن. اسمع بهم و ابصر. اسمع بهم و ابصر اینجا مثلا میگه که چقدر شنوایی از اینا عجیب است و چقدر چشم از اینا عجیب است. اینا کسایی که نحو را نفهمه اینا صحیح نمیفهمه. اگر کسی زبان عربی رو اسلوبش بفهمه بازی را میفهمه. در زبان عربی یک اسلوب است به نام اسلوب تعجب. مثلا وقتی که گلاس میاره یک کس میگه که ما اجمل هذا، اینجا میگه تو اگر تحت لفظی ترجمه کنی میگه چقدر این چیز زیبا ساخته، میگه نه تو میگه چقدر زیباست گلاس. پس این اسلوب چی است؟ اسلوب تعجب، از یک چیزی که تعجب میکنی. حالا مثلا وقتی که یک نفر از چشمش تعجب میکنی، این قسم تعجب میکنی که اسمع بهم و ابصر. تعجب است از چشم از یا و تعجب است از چی؟ از گوش از اینا و تعجب است از چشمای از اینا. یعنی چقدر احمق مردم هستن که پیششان وحی هست، پیغمبر است، با وجود از یه هم یا میخیزن در شخصیت پیغمبر کافر میشن. چرا؟ اگر یا درست به کتاب خود مراجعه بکنن، تحریف نکنن، کل چیز برشان واضح هست. یوم یأتوننا، الله متعال میگه روزی که اینا بیاین به نزد ما، لکن الظالمون، باز روزی که پیش ما میاین باز ببینید که چقدر چشمای قوی دارن، چقدر گوشای قوی دارن، عجیب گوش و چشم میداشته باشن. باز در اونجا باز به الوهیت الله و ربوبیت الله 100% تسلیم میشن و به نبوت عیسی مسیح تسلیم میشن. لکن حال در دنیا که از خدا در کورو در چی انداختن؟ در کری انداختن. لکن الظالمون اليوم، لکن ظالما در این روز فی ضلال مبین، در گمراهی آشکارا هستند. و انذرهم، و الله متعال میگه بترسان ایشان را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یوم الحسرت، روز قیامت روز حسرت میگه. چرا روز حسرت میگه؟ به خاطر که مردمایی که کافر میشن، بیدین میشن، منافق میشن، در این روز باز چی میکنن؟ باز حسرت میکنن. بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که وانذرهم، و بترسان ایشان را از روز قیامت که روز حسرت است، روز ندامت است. اذ قضی الامر، وقتی که فیصله شود کارها، وقتی که اونجا باز فیصله میشه که تو انسانی که هر کسی میگه که عیسی پسر مریم ای چی هسته، میگه که پسر الله هست، بره به طرف دوزخ، قضاوت فیصله میشه. و هر کسی که عیسی پسر مریم به الفاظ زشت برش استعمال میکنه، بره به طرف دوزخ. یهود و نصارا کسایی که باز خدا به حق میشمارن، کل از یا باز در حسرت و ندامت میباشن. و هم فی غفلت، در حالی که ایشان در چی هستن؟ در غفلت هستن. و هم لا یؤمنون، ایمان نمیارن. از این خاطر بسیاری از علمای بزرگ نصرانی وقتی که قرآن صحیح میخورن مسلمان میشن. عمل که ببینی اینقدر کشیشا هستن، کسایی که اخلاص داشتن، فکر کردن این دین ما حق است. ما عیسی مسیح که میگیم بچه الله هستی بسیار خوب است، خودشان باز میگه، یگان تاش قصه میگه والا ما بسیار اخلاص داشتم، من میفتم ربط الله پسری داره و عیسی مسیح پسرش است و این مجسمهش است. بعد از این میگه پسان بر ما چی شد؟ پسان باز میگه بر ما ثابت شد وقتی قرآن از مشان خواندم عقیده ما درست شد. اینه. و انذرهم، بر رسول الله صلی الله علیه و آله که بترسانشان را یوم الحسرت، از روز حسرت و ندامت و پشیمانی، اذ قضی الامر، وقتی که فیصله شود امور، و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون، این مردم ها در چی هستن؟ در غفلت هستن. اینی کشا میگه ما فهمیدم که من خو غافل هستم، در غفلت چی هستم؟ بسیار غافل هستم که ما این کار کردیم. و هم لا یؤمنون انا نحن نرث الارض و من علیها، الله متعال میگه که ما چی میکنیم؟ وارث زمین میشیم. اصل وارث زمین که در آخر هیچ کسی باقی نمیمانه، زمین میمانه. برای کی میمانه؟ برای الله متعال. کل انسان ها که از بین میره، الله متعال میگه ما در آخر چیزی که در زمین است و چیزی که خود زمین است، کل زمین میمانه، ارثش برای ما، کلش باقی میمانه. همین قسم که از اول اینمی زمین الله بود، در آخر آل مثلا فلانی میگه این قسمت زمین از ما است، جریب زمین از ما هست، اون منطقه از ما هست. آل میگه روز آخرت که شد میگه کل سرزمین که از زمین دیگه هیچ کسی نمی باشه که بگه جای زمین از ما است. الله متعال میگه در آخر اینمی میراث زمین بر ما میمونه و من علیها، و هر چیزی که در روی زمین هست این هم بر ما میمونه. کود طلا می باشه، کسی نیست که ور داره. زمرد است و نقره هست و طلا هست و مثلا دانه های قیمتی است از چیزی که زمین است. و اخرجت الارض و اثقالها، که میگه زمین که چیز ثقیل خدا میکشه، هیچ کسی نیست که بازی بیای بگه که والا سبینیش از ما باشه. و الینا یرجعون، باز این مردم که هست
کلشان باز میگه به طرف ما رجوع میکنه. الله متعال میگه و اذکر فی الکتاب. حالا میگه دیدین بسیاری از این نصرانی ها و بسیاری از یهود بازی های ادعا میکنن وقتی کتشان بشینی باز میگن دین ما دین ابراهیمی هست، ما پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم. مشرکین قریش هم به رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن ما خب پیروان ابراهیم علیه السلام هستیم. بچه‌ش اسماعیل علیه السلام وقتی که آمد در قبیله جرهم اینجا زن گرفت، در پیش مکه مکرمه باز اینجا کعبه را آباد کردن، باز اینجا ما نواسایشان هستیم. ابو جهل میگفت من نواسی ابراهیم علیه السلام هستم، اصل کلی کعبه پیش ما هست، ما هستم. این الله متعال برشان میگه که شما مشرکین قریش که بت پرست هستین، شما یهودی که سر عیسی علیه السلام تهمت زشت میزنین، شما نصرانی هایی که عقیده کفری دارین، بیاین که عقیده ابراهیم علیه السلام بر شما بیان بکنم. این سعی کنین که ابراهیم علیه السلام چی عقیده داشت که شما باز میگین ما پیروش هستیم. اگر شما پیرو ابراهیم علیه السلام هستین باید عقیده ابراهیم علیه السلام می داشتین. و اذکر فی الکتاب ابراهیم، میگه یاد کن در کتاب در قرآن عظیم الشان ابراهیم علیه السلام را. اصل واقعیت زندگی ابراهیم علیه السلام در قرآن است. چرا در قرآن واقعیات زندگی پیغمبرها را همجا با توحید بیان میکنه. دیگه قصه ها که از دو شرکیات زیاد است. واذکر و یاد کن فی الکتاب، در کتاب ابراهیم علیه السلام را انه کان صدیقا نبی. الله متعال میگه بود ابراهیم علیه السلام صدیق بود، راستگو بود. اول شما کلتان دروغگو هستین، تو یهود هم دروغ میگی، تو نصرانی هم دروغ میگی و تو مشرک قریش که خود پیرو ابراهیم علیه السلام میگی، کلتان دروغ میگین، سر الله تهمت میکنن. اول ابراهیم علیه السلام صدیق بود، دوم چی بود؟ نبی بود. نبی خب معصوم میباشه، پاک میباشه، مثل شما ورا افتراگر نمیباشه. اذ قال لابیه، ببینید که ابراهیم علیه السلام خودش به پدر خود چی گفت؟ یا ابت، ای پدر من، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. اینا همیشه این مشرکین چی میگفتن برای رسول الله صلی الله علیه و آله؟ میگه ابراهیم علیه السلام شخص بسیار خوب. میگه بسیار خوب. های شما از کی پیروی میکنید؟ میگه ما از پدرای ما پیروی میکنیم. میگه سعی کنید که ابراهیم علیه السلام خودش برای پدر مشرک خود چی میگه. شما پیروی از پدرایتان میکنید. یگان تاس میگه هر چی که پدرای ما کرده، هر چی که رواج ماست مامور قبول داریم. میگه نه، اگر تو این گپ میزنی تو پیرو ابراهیم علیه السلام نیستی. چرا ابراهیم علیه السلام نگفت که من به دین پدرم هستم؟ آمد خود پدر خدا برش گفت که ای پدر ایرای تو غلط است. قال، وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام لابیه، بر پدر خود، یا ابت، ای پدر شیرین من. سعی که با لفظ بسیار شیرین خوب بر پدر خود گفت. نگفت ای ابی، پدرم، نگفت اب، پدر. گفت یا ابتی. ابتی در زبان عربی وقتی که اینجا زیاد میشه، این در حقیقت برای شفقت و محبت بسیار زیاد استعمال میشه. مثل که ما شما میگیم او پدر گلم، او پدر شیرینم. نه، این برش گفت که یا ابتی، او پدر شیرین گلم، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر. حداقل چرا عبادت میکنی این بت را که نه میشنوه ولا یبصر و نه دیده میتونه؟ تو خب عقل داری پدر جان، ماشاءالله از مکه بسیار فهمیده هستی، هوشیار هستی، چرا این کارو میکنی؟ ولا یغنی عنک شیئا. این بت هیچ چیز بر تو فایده نمیتونه. تو بیار من گلاس و کلیز این بت پرتم نمی زمستان یخ، اگر از خود دفاع کرده تانوس درست است. تو باش من یک سیلی بزنم، هیچ چیز کردن نمیتونه، بر تو هیچ فایده رسیدن نمیتونه. یا ابتی، باز باش میگه او پدر شیرین من، اینی قد جاءنی من العلم، بر من علم آمده، برای من وحی نازل شده از جانب الله، ما لم یأتیک، که او وحی بالای تو نامده. من ایره به مقابل تو بی ادبی نمیکنم پدر جان، در حقیقت من برای تو چیزی میگم که بالای من وحی شده است، برای من وحی آمده است که برای تو نامده. از این خاطر من شما رو دعوت میکنم فتبعنی، پس ای پدر من از من متابعت بگو در عقیده توحید. حالا ببینین ابراهیم علیه السلام متابعت از پدر خود میکنه یا پدر خود میگه از من متابعت بکن؟ اگر کسی پیرو ابراهیم علیه السلام است، پدر گمراه خود متابعت نمیکنه، بلکه پدر گمراه خود دعوت میکنه به طرف توحید. بعضی کسا میگن نه ما متابعت از پدرای ما میکنیم. پس تو در ملت ابراهیم علیه السلام نیستی. چرا ابراهیم علیه السلام برای پدر خود چی میگه؟ برای پدر خود میگه فتبعنی، ای پدر من از من متابعت بگو که من پیغمبر هستم، من توحید میفهمم، من صفات الله را میفهمم، من الله را خوب میشناسم، تو نمیشناسی، پس از من متابعت بکن. عهدی که من تو را راهنمایی بکنم صراطا سویا، به راه درست و مستقیم. اینه یا ابت، ای پدر شیرین من، لا تعبد الشیطان. این شیطان است، این مجسمه این مجسمه شیطان است. این کسی که در ذهن توی گپا را میپرته وسوسه میکنه، این شیطان است. اطاعت و عبادت شیطان نکن، این الشیطان کان للرحمن عصیا. میگه این شیطان که است برای الله متعال چی است؟ این نافرمان است. چرا رحمان
به خاطر که رحمان به وزن فعلان است، یعنی کثیر النعمات. این شیطان که است در مقابل نعمتهای بسیار زیاد الله نافرمان است. الله برات چشم داده، الله برات گوش داده، الله برات دست داده، الله برات عقل داده. این شیطان کفران این نعمت ها را میکنه. ایوازی که نعمت ها را در اطاعت الله مصرف کنه، این نعمت ها را در مخالفت با الله به کار میگیره. خب یا ابتی، باز برش میگه او پدر شیرینیم، اینی اخاف، ما میترسم ان یمسک عذاب من الرحمن، ای که برسه بر تو عذاب از جانب اونمو ذاتی که نعمت دهنده بر کلگیست. چرا الله میگه که اگر باز کفران نعمت کنین باز عذاب سر شما نازل میشه، اگر شکر کنین لازیدنکم، الله میگه و این کفرتم، باز اگر کفران نعمت بکنین باز عذاب الله بسیار شدید است. این برش میگه که یا ابت، ای پدر شیرین من، اینی اخاف، من میترسم، ایمسک، این که بر تو برسه عذاب من الرحمن، عذاب از جانب الله که رحمان است، فتکون للشیطان ولیا، وقتی که لعنت الله آمد، عذاب الله آمد، باز تو دوست و ولی کی میشی؟ شیطان میشی. باز شیطان دوستت میگیری، ولیت میگیری. خب حالا پدرش به ایواد دیدی که با منطق درست گپ بزنه و بچهش با چی اخلاق همراهش گپ زد، با چی انسانیت گپ زد. این پدر کافر مشرکش برش میگه قال، گفت راغب انت عن الهتی یا ابراهیم، گفت تو الراغب انت عن، فعل رغبه کس فکرتان باشه، اگر رغب تو فیه علاقمند شدم دو، اگر دعن داخل شد کلمه رغبه به اساس حرف جر ترجمه میشه. متوجه هستین؟ اگر گفت الراغب انت عن، مثلا من میگم رغب تو فیه، چی معنی؟ ای خوشم آمد. اگر گفتم رغب تو عنه به معنی چی؟ بدم آمد. فی و عن معنای رغبه را تعیین میکنه. حالا اینجا ای پدرش برش میگه اراغب انت عن الهتی، آیا تو میگردی بر میگردی یا بدت می الهتی، امو معبودان من، آیا تو از معبودان من رو میگردانی ای ابراهیم؟ او برش چقدر گفت؟ لقمان است که حکیم است، بر بچه خود میگه یا بنیه، این نمیگه پسرک من، این 4 خار از برش میگه ای ابراهیم تو از معبودان من روی تدور میتی، از این بت‌ها روی تدور میتی، لئن لم تنتهی. این صفت عادت پدرهای کافر بیدین همی است. پدر کافر چی میگه؟ تو از معبودان ما روی میگردانی، تو از قوانین ما روی میگردانی، تو از رواج ما روی میگردانی. لئن لم تنتهی، اگر از این کار زشت تو ترک نکنی، این کارت پس پیش بتای ما نبی و برزی ها سجده نکنی، لارجمنک، باز ما تو را رجم میکنم. رجم هم به زبان میشه که دو میزنم، دشنام میتونم، زد تبلیغات میکنم، و رجم به سنگ هم استعمال میشه که سنگ هم میگیرم، مردم هم میگم که سنگ سارت بکشم. متوجه است؟ وحجرنی ملیا، و از ما دور باد، برو از پیش من، دیگه روی تا نبینیم. ملیا مثل که ما شما میگیم دیگه روی تا نبینیم دیگه، اما تو دوامدار از پیش من چی شو؟ دور شو. وحجرنی یعنی دور شو از پیش من، هجرت کو، برو. ملی یعنی بسیار دوامدار، یعنی که دیگه روی تا خطا نبینیم. قال ابراهیم علیه السلام برش گفت که سلام علیک، سلامتی باشه بالای تو. یعنی پدر اگه کافر هم باشه فرزندش برای چی میگه؟ الله شفا نصیبت بکنه، صحت نصیبت بکنه، جور باشی. خب منتها ما اگر عقیده کتت یک قبول ندارم. اینه گفت سلام علیک، سر از اینکه تو اینمی کفر هم اختیار کردی، با وجود از این هم ابراهیم علیه السلام تا او وقت هنوز برش حکم نامده بود که برای پدر مشرکت استغفار نکنی. گفت ساستغفر لک ربی، باز هم میرم پیش الله و بر تو مغفرت میخوایم اگر الله تو را ببخشه، چون پدرم هستی بر قدرت دارم. انه کان بی حفیه، الله متعال بر ما بسیار مهربان است. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله. بله برای که با بسیار ادب، سعی که اسلوب دعوت شما ببینید چقدر خوبش است. در آغاز پدر خود دعوت کرد، برش گفت پدر جان برای تو چی هسته؟ برش گفت پدر جان این بت‌ها کس نه بر تو منفعت رسانده میتونه، نه خودش دیده میتونه، نه شنیده. این دعوت ابراهیمی هست، سعی که خوب با اسلوب بخرید. بازو برش گفت که پدر جان برای من وحی آمده، من این دعوت را که میکنم به اساس از این نمیکنم که من نمیفهمم، بلکه از جانب الله برای من این وحی آمده، علم آمده، من شما را به این خاطر میگم. بعد از برش گفت که پدر جان این همی کارهایی که شما را وسوسه میکنه این شیطان ها میکنه، شما پیروی از شیطان ها نکنین. چرا؟ نظریات شیطانی، اندیشه های شیطانی، افکار شیطانی، فلسفه های شیطانی انسان چی میکنه؟ منحرف میسازه. بازی برشان گفت که پدر اگر امیر اطاعت نکنی من میترسم که
برای تو کدام عذاب از جانب الله نازل شود. وقتی که پدرش در مقابلش خیست کلمات زشت گفت، بازم برای پدر خود گفت که پدر جان الله تو را سلامت داشته باشه، بر تو من ان شاء الله مغفرت هم میخوایم، الله بسیار مهربان است. و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، لکن من نمیتونم دیگه که بعد از این دیگه بیایم پیروی از تو بکنم، به خاطر که پدرم هستی کفر اختیار بکنم. چرا؟ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ وقت انسان مؤمن نمیتونه که از مخلوق اطاعت بکنه در نافرمانی خالق متعال. وقتی که پدر و مادر نافرمانی الله را میکردن، باز اطاعت از اونها سر تو واجب نمیشه. و پس اینجا برش میگه که حالا دیگه من چی میکنم؟ و اعتزلکم، و از شما من اعتزال چی معنی؟ عزل، دوری را میگم، از شما جدا میشم. و ما تدعون من دون الله، و از آنچه که شما دعا میکنین، طلب میکنین و میرین بر از او سجده میکنین، رکوع میکنین، دست دعا در مقابل از او بالا میکنین، من دون الله، بغیر از الله، من این کارا نمیکنم. و ادعو ربی، من فقط دست خدا بلند میکنم در بارگاه الله. سعی کنین بسیاری مردم ها رو ببینید پیش قبر دست دعا را بالا میکنه، پیش بت دست دعا را بالا میکنه، پیش درخت میره که درخت جان برای من بچه بده، پیش از این شخص میره که شخص جان توقت شور میتون بچه بده. ابراهیم علیه السلام چی میگه؟ من که هستم شما را ترک میکنم و آن کسایی را که شما طلب میکنین برش دعا میکنین، دست دعا بالا میکنین بغیر از الله، من وارا ترک میکنم. ودعو ربی، و فقط من دست دعا را و با الله بلند میکنم و قلب طلب هم فقط بر کی میکنم؟ طلب از الله میکنم. عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا، امیدوار هستم که من به دعای رب خود بدبخت نباشم، شقی و سرکش نباشم. فلما اعتزلهم، الله متعال میگه زمانی که اعتزال یعنی جدایی کرد ابراهیم علیه السلام از امی قوم خود، و ما یعبدون من دون الله، و از آن چی که اینا عبادت میکردن بغیر از الله. الله متعال میگه وقتی از پدر کافر دور شد، الله متعال از پدر کافر کرد اولادای شیرین و نازنینه که اردوش پیغمبر است، اینا برش میتن. فلما یعنی اونطور است که بسیاری وقتی که انسان میترسه که والا از این پدر کافر دور شوم، باز بعض بچه‌ها میگه والا پدرم اگه نباشه باز نانم چطور میشه، نفقه من چطور میشه، از گشنگی میمرم. الله متعال میگه سکن ابراهیم علیه السلام، وقتی که ابراهیم علیه السلام از قوم کافر خود دوری کرد و عقیده توحید حقیقی را اطاعت کرد، چی شد؟ الله متعال میگه وهبنا له اسحاق، باز ما دادیم. یعنی الله ذات وهاب برش چی داد؟ ذات وهاب برازی چی داد؟ اسحاق و یعقوب داد. از همین خاطر کافرها مسلمانا را همیشه وهابی میگن. خب همین کافرای بیدین که همیشه مسلمان حقیقی را چی میگه؟ وهابی میگه. چرا که ذات وهاب برازو فرزند میده، ذات وهاب برازو دختر. بر ابراهیم علیه السلام الله میگه وهبنا. وهاب کی است؟ الله است. وهب چی رو میگه وهبه؟ یعنی وهبنا هبه و تحفه دادیم. کی رو برش دادیم؟ اسحاق و یعقوب برش دادیم. و کلا جعلنا نبیا، و کلی از اینا رو پیغمبر گشتاندیم. سبحان الله. هم ابراهیم علیه السلام پیغمبر بود، هم اسحاق علیه السلام، و هم فرزند اسحاق علیه السلام کی بود؟ نواسش یعقوب علیه السلام. و برادر اسحاق علیه السلام که اسماعیل علیه السلام بود، او هم باز پیغمبر است. و وهب لهم من رحمتنا، الله متعال میگه و برشان دادیم، بخشیدیم برشان. از چی بخشیدیم؟ بعض از رحمت خود. این رحمت الله هست که یک کسی را چی میته؟ رحمت الله هست که برش این مقامات میده. اینجا رحمت چی است؟ نبوت است. رحمت چی است؟ توحید است. رحمت چی است؟ عزت الهی هست. پس الله متعال میگه و وهبنا، و ما دادیم لهم برایشان من رحمتنا، از رحمت خود که نبوت است، عزت است، کرامت است، شخصیت است، توحید است. و جعلنا لهم لسان صدق، و گردانیدیم برایشان زبان صدق علیه بسیار بلند، یعنی یا بسیار مردم های صادق و راستگوی بودن. خطرناکترین دروغگوی کسی است که سر الله و پیغمبرش تهمت میکنه، سر الله و رسولش تهمت میکنه، سر شریعت الله تهمت میکنه. الله یک چیز را حلال نکرده، ای از دل خود میخیزه میگه حلال است. الله یک چیز را حرام نکرده، ای از دل خود میگه ای حرام است. الله یک عبادت نگفته، ای میخیزه از دل خود عبادت ها رو جور میکنه که ای عبادت هم بکنین، ای عبادت هم بکنین.